یک قصه یادم آمد. همون مادر ام سلیم زن ایمانداره، وقتی که شوهرش یعنی یک فرزندی داشت به نام انس، وقتی شوهر اولش از دنیا گذشت، شوهر دیگری برای تربیه انس گرفت. این ابو طلحه بود. ابو طلحه با ابو طلحه یک چند زندگی کردند، یک فرزند یافتند، ابو عمیر. ابو طلحه میگوید به حد همین ابو عمیر را دوست می داشت، فرزندش را دوست می داشت. این فرزند میگه دوست رو یک شد و بیمار شد. این ابو طلحه که روز کار میکرد تا بیگاه، روز روزدار بود. باز میگوید صاحب کتاب بیگاه که می آمد مانده میشد. دائم از حال این فرزندش خبر میگرفت. یک تب بلند داشت. میگه روز از روزها میگه این ابو عمیر، ابو طلحه پدرش میگه در کار در بیرون بود، ابو عمر از دنیا گذشت. این زن مسلمان چیکار کرد؟ در حال این فرزند خود به دست خود شست، پاکیزه کرد، کفن کرد، در یک خانه برده گذاشت. قریب بیگاه بود، میدانست که شوهرش از کار می آید. بعداً چیکار کرد؟ وقتی شوهر در آمد، ابو طلحه پرسید فرزندمان چگونه است؟ گفت از دیروز دیده خیلی بهتر است. بنهاد میدانست که شوهر روزدار است، شوهر مانده شده است. گفت از دیروزه دیده ابو طلحه امروز ابو عمیر خیلی حالش خوب است، سبک شده است. پدرشون خرسند شدند. ام سلیم میگوید در حال دسترخوان پرتافتم، شوهرم روزه را شکاید. شب یک قسم شب گذشت، میگد با شوهر خود میگه خانه‌داری کردم، در حالتی که فرزند در کفن در یک خانه دیگر گذاشته شده است. با شوهر خودم خانه‌داری کردم. قسم صبح میگه شد و گفتم ابو طلحه اگر کسی بر کسی عاریت دهد، امانت دهد، عاریت، پس باید عاریت را نزد خود منع کنی یا که باید به صاحبش بر بگردانی؟ گفت البته عاریت را باید پس بگردانی، زیرا وای مال ما نیست. گفت ابو طلحه آگاه باش که امشب همون فرزندی که امانت در نزد ما بود خدا وی را گرفت. ابو طلحه میگه خشمناک شدن. گفتن دیروز کی بود؟ گفت بیگاه. گفت چرا مرا خبر ندادی؟ گفت ابو طلحه من دیدم تو خیلی خسته بودی، خیلی مانده بودی، روزدار بودی. اگر من به تو خبر این فوت فرزند خبر میدادم، هر آینه تو روزه را نمیشکایدی و تو باز خستگی تو زیادتر میشد. ابو طلحه میگه دوان نزد سرور کائنات محمد آمد و خبر داد که پیغمبر خدا امشب زن من این چنین معامله کرد، چی میگویی؟ گفت خداوند در این شب شما مبارک دار، این شب شما را خیلی شب مبارک گردانید. یکی از صحابای پیغمبر میگوید وقتی پیغمبر از دنیا گذشت، ابو طلحه را خداوند یک فرزند داد به نام عبدالله که وی میگد از وی 9 فرزند دیگر شد. همین 10 فرزند همش حافظ قرآن بودند از دعای برکت پیغمبر خدا. این چگونه یک زنهای مهربان بودند، چگونه شوهرها را احترام میکردند و به این درجات اونها رسیدند. من دوست میدارم که بسیاری زنها وقتی شوهرها از کار می آیند با یک چهره خندان، با یک تبسم، اگرچند که مرد همان روز هیچ فایده هم نیاورده باشد، بلکه تسلی دهد که میلش امروز در نصیب تو نبوده است، در رزق تو نبوده است، مانده نشو، پروا نکن، انشاءالله فردا میابی، فردا هم نیافتی فردا دیگر میابی. من در ناداری تو، در داراگی تو طاقت کرده بودم، در ناداریت هم طاقت میکنم. این چنین اگر لفظا از زنی ما و شما، خواهرای ما و شما صادر شود، انشاءالله زندگی اونها خیلی نیکبخت می شود. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، پیغمبر خدا گفتم بزرگترین حق بر زنها از روی حق کی دارن؟ پدر و مادر؟ نه، بلکه شوهرهاشون. هر جایی که زن بخواهد که سفر کند از شوهر میپرسد، هر کاری را که انجام دهد باید از شوهر پرسد، دیگر از پدر و مادر نمیپرسد. زیرا بزرگترین حق بالای زنها وقتی شوهر میکنند این حق شوهر است.